انجینر صاحب شعیب جان سلام. دیگه احساس خور میشه بگوین. احساس ما که دیگه از حد گذشته. خب یک چیز دیگه هست که ما زیاد آمدیم. بسیار خوش است. تیگریه به اون دوستایی که نمادن و تازه آمدن. بار اول نوه. خب حالا اونایی که بار اول نوه چی گفتنی بر از اونها؟ ولی از اونایی که بار اول نوه که با بور می آیم باید خیلی از این منظره و از این سفر لذت ببرن. بله ها. اونایی که نمادن بیاین. بیاین بیاین. که ارمان میکشه نه؟ تو باید ارمان بدید منم. خب الان که اگه نوبتی هم باشه نوبت خودت شده. بله ها. خب شما اول خودتون معرفی کنیم ببینیم. ما یکی از باشنده‌های ولایت غور هستم. فعلا. خب فعلا. چی خدمت کنم؟ خب حالا ما میخوایم در مورد از شما بپرسم که شما چی احساس داره نزدیک اولین باره که به غور آمدین؟ ولی از شما چی پنهان باشه بسیار احساس خوشی دارم. تو احساسی دارم که هیچ وقت حالی احساسی نداشتم. به خاطر چی که همون تو دوستا و رفیقایی که همراه ماست دیگه هر کدام از اینا یک خاصیت خاصی داره. دیگه من چه حالا چی گپ میگم کسایی که بار اول از اینا دیگه چی گپ اصلا یک چیز خوبیه، حس خوبی داره نه؟ بله ها. یعنی کلا همین کسی که به غور میایه برای از یک حس خوب داره و مخصوصا برای کسی که اولین باره که به غور میایه بسیار خوب. برای از دیگه بیخی دیگه لذت بخشه. دیگه دوستا خدا خیر مر پیش. اما تو نثار جان اینا چون دفعه اولشونه که به غور آمده برای از اون خیلی یک سفر خاطر انگیزی هست. حالا ما شما سال یک دفعه دو دفعه میایم برای ما شما دیگه تکراری شده دیگه. ولی برای سردار جان دیگه این سفر خاطر انگیزی است که بس دیگه زیاد دور دراز که شده ولی خب بالاخره همه احساس خودت معلوم شده آخر که احساس خوشی داری دیگه. خوبه که احساس خوشی دارم. شما چیزی گفتنی نداری دیگه؟ سفر ناراحت نباشن سردار جان. گفتنی ما با می کسایی که بار اولی قصد سفر به ولایت زیبای غور داره دیگه بسیار احتاطانه بیایید. بسیار با احتیاط بیایید. ضروری چی با خود بیارم؟ لوازم ضروری هر چی داریم بیاریم. امنیت خراب.